لگور رکفتنا نافبرا چکدارین دسته تحریر الشام لآلیاکی و میلیسین ایرانی و رژیم اسد لآلیاکی دن کب رکفتنا هر دو باجروکن کفره الفوعه ین لپارزگاه ادلب تین آسکرن بصدان گرتی سربس هاتن بردان. دو مالپارین سر به اپوزیسیون سوریه ناو 1500 گرتی ین لگور و رکفتن هاتن بردان بالاف کرن. تیده جن و زاروک جی هنه و هجمار جنان 126 و یا هری مزن 56 سالیه و 3 جن جوان زاروکین وان پیرنه. لگور جدرن اپوزیسیون سوریه کوپرانیا گرتیان بریا دمک کرد هاتبون گرتن و کسین جدسپیکا شورش سوریه هاتنه بنچاف کرن نه هاتنه بردان و تا نها چارانویسا وان ندیاره. دناف لیسته گرتیان هجمارک جگرتیان کرد هنه کش باجارن حسکه دیری کوبانی و عفرینینه وش کسین هاتنه ناسکرن 22 ناف جعفرینینه و یک جکوبانه و هجمارک جحسکه و دردوره حلبینه. لتنها پرسا بدهان گرتین کرد ین دی زندان رژیم ده و ین کو پید رادستی رژیم کرنه و ین چرنویسا وان ندیار تینه کرن. ابتایبت 19 ناوین کرد ین دی زندان رژیم ده کش آلی دزگاه آرکیو هاتن بلگه کرن. و هر سه اندامن پارتیا دموکرات کردستان سوریه عبدالرحمن آپو و پارێزار ادریس علو و احمد سیدو ین کو سیاستمدار دبیجن کو پید او رادستی رژیم کرنه. و بدهان ولاتی و چالاکوان ین جبر سدمن جدا جدا هاتبون گرتن. کوتانا تو آگاهی و زانیاری لسر وان تونه نه پرساوان هردم تینه کرن.